سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا کانال یوتیوبی امیر فوتبال. اگر از قبل دنبال کننده این کانال بودین ازتون میخوام که همچنان ویدیوها رو ببینید. اگر دوست داشتید لایک کنید و کامنت بذارید و به دوستاتون هم معرفی کنید. و اگر هم تازه دارین این ویدیو رو میبینید و تا به حال ویدیوهای قبلیمون رو ندیدین و از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، حتما یه نگاهی به کانال بندازین و اگر دوست داشتین سابسکرایب کنید. خب ویدیوهای امروز یه کویز فوتبالی هست که قراره با همدیگه حلش کنیم، ببینیم که در واقع اطلاعات فوتبالیمون چقدره. یه کویز فوتبالی گفته guess the football player by their transfers، یعنی بازیکنان فوتبال رو با توجه به ترانسفرها و نقل و انتقالها و تیمایی که داشتن حدس بزنید. Legends ادیشن اسطوره‌های فوتبال، پس احتمالاً ویدیوی جالبی باشه. من خودم خیلی ادعام میشه، واقعا ادعا دارم تو این ویدیوها، ببینم که چقدر درسته این ادعام. خب آماده این؟ 3 2 1. خب اولیش اسپورتینگ لیسبون، بارسا، رئال، اینتر. خب سالش هم زده، این هم کمک پرتغالی. خب این قطعا فیگوه دیگه. خب ببینیم که جواب درسته یا نه. بله، لوئیس فیگو. خب بریم بعدی، دومیش وستهام، سوانزی، وستهام، چلسی، نیویورک. این لمپارده. چلسی به نیویورک سیتی لمپارده، بچه هم یه دوره رفت سیتی دیگه، درسته؟ چلسی، نیویورک سیتی انگلیسی هم هست. سالش هم که زده، این هم کمک میکنه، لمپارده. بله درست. خب بریم بقیهش. رئال، سوسییداد، ایبار، سوسییداد، لیورپول، رئال، بایرن. مشخصه سرمربی الان رئال کیه؟ ژابی آلونسو. به سالاش هم توجه نمی کنم، اگه حالا جایی گیر کردیم میبینیم که چه سالی بوده. هلند فاینورد، اصلا اولین بازیکنی که من یادم میاد فن پرسیه، که اینم با فن پرسی مطابقت داره دیگه. آرسنال و یونایتد. فن پرسیه قطعا. بله درست. 4 تاشو فعلا گفتیم، خیلی هم سخت نبود. برزیلی که ساو پائولو، این یکم سخته. زاراگوزا، اینا خیلی کمک نمیکنه. روم، میلان، روم 97، میلان 2003. گفته از اسطوره‌های فوتبال. خب کسی که روم باشه میلانم باشه، من کافو یادمه، شاید هم اشتباه بگم ولی من کافو یادمه. خب درسته، اینا شانس آوردیم. بریم بعدی. خب این آرم دومیه، کایزرسلاترن. خب بعدیش هم بایر لورکوزن، بایرن، چلسی. به نظر من آسونه، این یکی بالاکه، این باید بالاک باشه. اینم به نظرم درست گفتم. خب بله. خب البته یه چیزی بگم، من توی تایم خودش جواب نمیدم، همونجور که میبینین استوب میکنم ویدیوها رو. خب آژاکس، یووه، فولام. این فندرساره مطمئنم، هلندی هم از فندرساره، دروازه‌بان اسطوره‌ای یونایتد. خب بریم بعدی. دینامو کیف و میلان و چلسی مشخصه که شفچنکو. خب 8میش هم درست گفتیم، فعلا همش درست. بوکا جونیورز، بارسا، ویارال، بوکا.
نگاه آرژانتینی که ویارال باشه ما ریکلمه رو داریم که بارسا هم قبلش بوده. درسته این ریکلمه است. بله ریکلمه بود، خوان رومان ریکلمه. خب آرسنال کومو، اصلا کومو چی میگه این وسط؟ خب فابرگاس دیگه، این هم از سسک فابرگاس. بعدیش یه استوب بزنیم. گفته بازیکن سربی که منچستر بوده 2006. کی تو ذهنمون میاد؟ ویدیچ. پس اینم ویدیچه احتمالا. بله ویدیچ بود. بشمارین که چند تا غلط داشتین، حتما آخر ویدیو کامنت بذارین. خب کرازیرو پی اس وی بارسا اینتر رئال، اینو باید درست زد. رونالدو نازاریو. بله رونالدو نازاریو. 13میش گفته چلسی ناتینگهام، چلسی استون ویلا. فوتبال لجندی که اینجوری باشه انگلیسی، واقعیتش کسی نمیاد تو ذهنم. 2000 چلسی بوده، بعد 2017 یعنی 17 سال چلسی بوده. جانتری نمیتونه باشه؟ 17 سال چلسی بوده دیگه. اگر تیم دیگه ای بود می آورد بین چلسی و استون ویلا. به نظرم جانتری باشه. امیدوارم که درست باشه. بله این هم درست بود. این یکی واقعا به نظرم چالشی بود. خب این هم که یه عالمه تیم برزیلی میبینیم از یه بازیکن برزیلی. پاریس سن ژرمن، بارسا، میلان. مشخص رونالدینیو. خب بریم بعدی. موناکو، یووه، آرسنال، بارسا. تیری آنری. این آسون ترینش بود به نظرم. خب ایرلندی، این ایرلنده؟ نه این ساحل آجه. از روی تیماش که فهمیدم یه ایاتوره است، اونم ساحل آجه دیگه. اولمپیاکو، موناکو، سیتی و اوجش بارسا و اوجش سیتی از 2010. اینم یه ایاتوره است. بله استوب نکنیم، سریعتر بگیم ببینیم چی میشه. اینم آرتتاه، مطمئنم اینم آرتتاه که سال 2011 اومده آرسنال. خیلی فوتبال لجند شاید حساب نشه آرتتا، ولی خب. بعدیش این مارادونا 1984 ناپولی. خواد بگه مارادونا اصلا بود. بله بریم بعدی. اینو باید استوب کنم یکم فکر کنم روش. 91 سال میلان بوده، بعد اومده یه تایم طولانی آرسنال، بعد دوباره کوتاه یووه بوده یه تایم. حالا این پاتریک ویرا، مطمئنم ویرا هافبک سابق آرسنال. این که سال تیماشو میزنه واقعا کمک میکنه. این هم که مشخصه دیگه، بارسا به ویسل کوه کیه؟ اینیستا. آخریش هم الامارات. خب چقدر زیاده سالاش، ولی اشکالی نداره، سالاش خوبه. با پارما شروع کرده، با پارما تموم کرده، بینش هم یووه. بوفون مشخصه. بله بریم بعدی. نانتو، مارسیو. اینم باید استوب کنیم فکر کنیم. مارسی، سلتاویگو، 3 سال رئال، 5 سال چلسی. فرانسوی کسی نمیاد تو ذهنم.
فرانسوی رئال ما کی داشتیم که بره؟ ها این ماکللس، حتی مطمئن نیستم، ولی رئال چلسی فرانسوی با هم ماکلله باشه. ببینیم درسته یا نه. بله ماکلله بود. اینا یه کمی شانس آوردن. خب این روبنه، مشخصه چلسی رئال بایرن که هلندی هم هست. روبن. خب برو بعدی. خب لاتزیو تهشم کی بوده 11 سال تو لاتزیو آخرشم؟ میگم این اشتباه نزده احیانا، البته نمیدونم، نه درست، چون چک اومد، ببخشید ندوید اومد تو ذهنم، چکی که توی یووه باشه و لاتزیو ندوده، ولی سالاشو به نظرم اشتباه زده اگه ندوید باشه. ندوید تازه 2020 اومده یووه، ندوده، ولی خب سالای بازی رو اشتباه زده. خب چقدر مسخره. رئال پورتو، اسپانیایی، کاسیاس. اینا که تیماشون کمه یه ذره سخت میشه. درسته. خب اورتون، یونایتد اورتون رونیه. دو تیم بعدیش هم یکی دی سی یونایتد، یکم دربی کانتی. رونی، اینم از رونی. برو بعدی. اینتر رجینا، اینتر میلان یووه. هم اینتر بوده هم میلان بوده. اون نیویورکه به واقعیتش کمک کرد بهم، یعنی کمک میکنه که بگم پیرلوه. خب قبلیاش سخته. پیرلوه 10 سال میلان بوده، واقعا نمیدونستم. خب ساوپائولو، میلان، رئال 2009 مشخصه. کاکا، اینم از کاکا. بله برو بعدی. اتلتیکو، لیورپول، چلسی، میلان کیه؟ تورس، فرناندو تورس. خب بریم بعدی. گفته که اینا یه استوپ، نه استوپ هم نمیخواد. آنژیما خاش قلعه و نمیدونم، نه نمیدونم. من تو ذهنم چیز اومد، اتو اومد، ولی بارسا نداره، اصلا برزیلیه. این کیه جدی؟ فکر کنم این یکی رو نتونم بگم. 1995 اینتر بوده، رئال بوده، بعد فنرباخچه بوده، بعدش هم از این تیمای مسخره بوده، ولی 11 سال رئال بوده. فهمیدم، روبرتو کارلوس. قشنگ یادم اومد. یه سال اینتر بود، بعدش هم یه 10-11 سال رئال و رفت فنرباخچه. کارلوس. یه ذره معطل شدیم ولی درست. خب اینم از سیومیش. ناپولی تش رفته شباب الاهلی. پارما، اینتر، یووه، رئال. ببینم چه سالایی بوده. تایم طولانی تو پارما بوده. خب فهمیدم. خیلی سخت بود ولی کاناواروه. فکر کنم کاناواروه. سخت بود. بله درست. بریم بعدی. این هم که داد میزنه رئاله. رئال شالکه از 100 دیگه رئاله. خب بله سالاش هم درست. اینم از راول گونزالس. بریم بعدی. فن نیستلروی، مطمئنم، چون آخرش هم با مالاگا تموم کرد. تو هامبورگ هم بوده. 5 سالم که یونایتد. خب بریم بعدی. این چیه دیگه؟
نه اینم خیلی راحته. زیدانه، یووه رئال، زیدانه. خب اینم از ویدیوی فوتبال کویز که ورژن بازیکن‌های قدیمی بود که همینم باعث شده بود یه مقدار این ویدیو جذاب‌تر باشه به نظرم. ممنون از همراهیتون. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید، بگید که چند تاشو درست گفتین، چند تاشو غلط گفتین. من که همشو درست گفتم و اولش هم گفتم واقعا ادعام میشه تو این زمینه. بازم ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.